دعوت امسال جوانان به صف نیروهای مسلح تاجیکستان روز 1 اپریل آغاز می شود. فرمان را در این باره رئیس جمهور امام علی رحمان امضا کرد. و این مقامات را وظیفه‌دار کرده است که تا 31 می امسال جوانانی از 18 تا 27 ساله را که حقوق به تأخیر انداختن مهلت دعوت یا آزاد بودن از خدمت حربی را ندارند به ارتش جلب کنند. همچنین از وزارت تندرستی تقاضا شده است که برای معاینه دعوت شوندگان پزشکان با تجربه را سفر برنمایند. آنهایی که خدمت حربی را تمام کردند در 2 ماه آینده از ارتش تاجیکستان جواب داده می شوند. دعوت به صف نیروهای مسلح تاجیکستان سال 2 بار و هر دفعه با شکایت از جلب مجبوری جوانان یا سرباز شکار صورت می گیرد. یک سبب اساسی سرپیچی جوانان از خدمت حربی بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان نامبر می شود که گاهی با مرگ و معیوب شدن سربازان می انجامد. مقامات می گویند وضع در قسم‌های حربی نظر به سالهای پیش بهتر شده است. در تاجیکستان خدمت در صف نیروهای مسلح حتمی است و برای سرکشی از آن جزا تعیین شده است. بر اساس قانون اگر جوان سالم و مطابق به طلبات ارتش از خدمت در صف نیروهای مسلح سرکشی کنند، دادگاه او را یا جریمه بزرگ خواهد بست و یا تا 2 سال به زندان محکوم خواهد کرد. دادگاه تاجیکستان در سال 2025 برای سرکشی از خدمت حربی 27 نفر را از آزادی محروم و 69 جوان دیگر را جریمه بستند.